اومدن داخل اسلام و ضربه زدن و این امام زمانی که رو درست کردن که کاملا شبیه همون امام زمان یهودیات، زبونش هم یهودیه. و بعد اگر دقت کنید این جنگ و اینا دقیقا همون حکایت یهودی‌ها که به اسم آرماگدون میگن که آخر الزمان هست، دقیقا جنگایی که اینا برای امام زمانشون ساختن دقیقا همون مسائل آرماگدونه. بعد خیلی هم خوب زیاد توش، مثلا من خودم در زمان تحصیل که اون زمان شیعه بودیم، مثلا این معلم دینیمون میومد راجع به رجعت هم برمیگرد و بعد همه زنده میشن، بعدش هم میگفت بعد از این امام زمان بقیه اماما میان. خیلی جالب، بقیه اماما میان و چیز حکومت برحق میکنن. مثلا انگار نمیاد که روز قیامتی رو قبول داشتن. تفکر غیر اسلامیه دیگه. بعدش هم نگاه بکنن این برادر شرکت از اینکه توی قرآن وجود نداره، نه برای امام زمان نه برای امامت، اصل امامتشون. بله. بعد چقدر باعث خرافات شده، مثلا شرک دستاشون رو بجن که ببرن بالا دارن نامه میندازن توی چاه. یا خود صدا و سیما تو ایران یه برنامه‌ای داره به سوی ظهور که میذاره، هر گوشه کشور یکی اومده به اسم نایب امام زمان یه دکونی درست کرده و یه پولی بگیره، یعنی برای خودشون هم شده دردسر، چون که یک اندیشه غیر الهی بوده. یکی از مسائل غیر الهی بودن همین شیعه همینه که ببینید اینا اصلا از 4 امامی بعد شدن 7 امامی اسماعیلیه. بعد اون حسن صبا اومد خودش امام زمان اعلام کرد و ریخ بهم شکست خورد، بعد شد امام رضا. امام رضا هم اونجوری شد حالا شده 12 امام. اینم که گفتن رفته تو چاه تمامش کنن بره که خیالشون راحت باشه، خودشون هم استفاده بکنن ازش. مسلمان‌ها شیعه و سنی به هر کده نکرد به قرآن انشاءالله این 80-90 میلیون شیعه مسلمان بشن و یه اکثریتی بشین. این کشورهای غربی که الان افتادن توی فساد و ولنگاری داره رشد جمعیتشون منفی میشه، انشاءالله همه مسلمان‌ها برگردن به قرآن و بتونین مثل زمان صدر اسلام، مثل زمان حضرت عمر قوی ترین امت دنیا بشین. برادر گرامی اجازه میدید از شما یک سوالی بپرسم؟ بفرمایید. من از لابلای صحبت‌های شما اینطوری متوجه شدم که شما قبلا شیعه بودید و الان موحد هستید. میشه بفرمایید که چطور شد که این جرقه زده شد و شما به سوی توحید و یکتاپرستی روی آوردید؟ بله، من استاد در زمان شیعه خیلی هم تقریبا متعصب بودم، مثلا رساله خون اینا بودم. البته الحمدلله اهل سقلن نبودم، چون مادرم بهم گفته بود که باید احترام بذاری به همه. اهل سقلن نبودم ولی رساله خون بودم، زیارت قبر قبول داشتم. یواش یواش از این به خاطر خرافات زده شدم، یعنی بیرین شدم روزگاری. بعدش خدا واقعا به من لطف کرد، یه روزگاری یعنی شروع کردم به خوندن قرآن. دیدم که بدون دین نمیشه، شروع کردم به خوندن قرآن و بعد دیدم که ولی چیزی که متوجه شدم این که باید اول فقط از خدا بخواین. این رو متوجه شدم. بعد هرچی رفتم جلوتر دیدم امامت و امام زمانی نیست. اول خیلی شک داشتم و ناراحت بودم. بعد شروع کردم با اطرافیام مثلا دوستام و اینا دیدم که اونا هم هیچی ندارن. خودش خیال میکرد که امام زمان مثلا قبول داره، خیلی هم دلیل براش داره یا برای امامت. بعدم نه، اونا هم دلیل قرآنی ندارن، فقط دارن نقل میکنن روایت. مطمئن شدم این چیزا رو گذاشتم کنار. مثلا نماز خوندن رو از چند سال پیش من جدا میخونم، مهرم نمیذارم. ولی الحمدلله شبکه‌ای که شما اومدن مثلا وضو یا اینکه نمازمو دست بسته بکنم از شما یاد گرفتم. این ارزش و احترامی که مثلا به ام المؤمنین باید بذاریم یا خلفای راشدین، اینو از شما یاد گرفتم و همیشه هم بیننده شبکه‌های شما هم که این دروسی رو که میرید، یعنی ما مثل یک دانش آموزی دروسی رو که میرید راجع به قرآن و احادیث رو دارم یاد میگیرم. بیشتر از همه دوست دارم که زبان عربی بتونم یه جوری یاد بگیرم، بتونم قرآن رو با زبان اصلی همون جوری که خدا به پیغمبر نازل کرده بفهمم، چون لذتش اصلش درونه. درست. تشکر میکنم برادر عزیز و گرامی. تشکر از شما، واقعا خوشحال شدیم از این خاطر مسلمان شدن شما. زنده باشید. الله متعال شما را حفظ بکنه برادر گرامی. خدا نگهدارت. ممنون. خدا نگهدار.